الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلسلة هو درس معلم الثاني تنوين رو میگریم. ما تنوین فتحه رو گرفته بودیم امروز تنوین کسره رو میگریم این خیلی که گفته بودیم در درس‌های گذشته تنوین این یک نون رو زاید میکنیم به حرفی حرکتی آ یا ای یا او. اینجا حسدین ح فتحه ها، سین فتحه سه حسد، دال کسرتین دین حسدین. اینجا احدین، شکل ای هست لیکن دو ای با هم برابر است، یعنی ای که دو تا هست برابر میاد این رو تنوین میگن. اجلین، لهبین، اجرین، یومین، ریبین، این ساکن است، ریبین، بیتین، نورین، جوعین، هورین، قلوبین، دینین، علیمین، شدیدین، بشیرین، نارین، هادین، عادین، ناسین، علمین، مسدین، صیف بن، صیبین، میتین، جنات، ظلمات، ثمرة، سورة، این حرف ث، ثمرة. این بود درس تنوین کسره. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.